با قطعیت میگم هر کی این پیراشکی رو بخوره عاشقش میشه. همراه بانو باش. آرد، خمیرمایه، ادویه و نمک رو با هم مخلوط کنید. فلفل دلمه رنگی اگه دم دستتونه و سوسیس رو نگینی ریز کنید و بریزید. حالا آب ولرم رو کم کم اضافه کنید. توی هر مرحله خوب همش بزنید تا مواد حالت خمیری به خودش بگیره. در نهایت هم یک کمی روغن مایع اضافه کنید، روش رو بپوشونید و 1 ساعتی بهش استراحت بدید تا حجم خمیر دوباره. بعد از استراحت پف خمیر رو بگیرید، سطح کارتون رو آرد پاشی کنید و خمیر رو روش با وردنه پهن کنید. مطابق کلیپ برش بزنید، روغن رو هم بذارید خوب داغ بشه و توی روغن داغ سرخشون کنید. در نهایت هم با یه سس چیلی نوش جان کنید. خانم‌ها حتما سیوش کنید و همین امروز به نظرم درستش کنید که بچه‌ها عاشقش میشن. نوش جونتون.